کامل پرونده رو خوندی رضایی؟ میدونی مأموریتت چیه؟ بله قربان. باید به عنوان یه مجرم وارد زندان بشم. بعدش هم سعی کنم محل مخفی کردن طرحهایی که باند مسیب بعد از سرقت پنهانشون کردن رو بفهمم. این مأموریت خیلی مهمیه رضایی. خوب حواستو جمع کن. فشار خیلی زیادی از اون بالا رومونه. خب حقم دارن. بحث 1-2 کیلو نیست. صحبت 20 میلیون دلار طرح سرقتیه که انگار آب شده رفته توی زمین. ببخشید قربان، ولی شما مطمئنید که هنوز میتونیم طرح‌ها رو پیدا کنیم؟ منظورم اینه که آره، مسیب و دار دستش چند ساعت بعد از سرقت دستگیر شدن. قطعاً اونقدر فرصت نداشتن که بتونن تو این زمان کم بلایی سر طلاها بیارن. قطعاً یه جایی مخفیش کردن. اما کجا؟ این اون چیزیه که تو باید بفهمی. حتما قربان. به محض اینکه وارد زندان شدی خودتو به رئیس زندان معرفی کن. فقط اونه که در جریان هویت واقعی تو هستش. چشم قربان. قراره تو زندان بذاری یه چند جایی مشغول به کار بشی. اینطوری بهتر میتونی خودتو قاطی بقیه زندانیا کنی و به باند مسیب نزدیک بشی. درسته قربان، باشه چشم. خب اگه سوالی نداری مرخصی. برو وسایلتو جمع کن که صبح اول وقت میگم بچه‌ها بیان دنبالت. خیر قربان، سوالی ندارم. مرخصی. با منی؟ آره با خودتم. بس. سلام، چیکارم داری؟ تازه واردی؟ آره، چطور مگه؟ دیدم همینطوری سرتو انداختی پایین و داری واسه خودت میری. فهمیدم تازه واردی. خب حالا میگی باید چیکار کنم؟ واسه ورود اجازه بگیره. اجازه بگیرم؟ از کی؟ از استاد. اوستا دیگه کیه؟ نکنه تویی؟ آره عشقی، قبل از ورود باز از کریم اجازه کسب کن. الان داری با هم شوخی میکنی دیگه مگه نه؟ شوخیم کجا بود؟ کریم شوخی؟ برو بابا، حوصله داری؟ یعنی نمیخوای اجازه بگیری؟ نه، هیچ دلیلی نمیبینم که بخوام از کسی اجازه بگیرم. باشه برو، فقط اینو بدون که بدطور شد. بدطور. باشه، یادم میمونه. سلام. ها؟ همینطوری سرت انداخت پایین اومدی رئیس رو ببینی؟ قبلش باید کار خاصی انجام بدم؟ با رئیس چیکار داری؟ خصوصیه، به شما ربطی نداره. ها؟ خصوصی؟ فکر کردی کجای آقا پسر؟ اردو تابستانی؟ توی زندان چیزی به اسم خصوصی نداریم. میگو چیکار داری تا ببینم چیکار. موضوع مهمیه، فقط باید به خود رئیس بگی. ببین زندانی ما اینجا. لا اله الا الله، احمدی تو باز پشت در ما. ببخشید قربان، این زندانی میخواد شما رو بفرستش بیاد تو. چشم کن برو تو. سلام قربان، رضایی‌ام. سلام آقای رضایی، منتظرتون بودم. خوشبختم آقای مظفری، در خدمتتون. سرهنگ شفیعی با هم تماس گرفتن و در قرار بر این شد که یه چند جایی تو زندان مشغول به کار بشی. اینطوری میتونی تو همه بخش‌ها رفت آمد کنی و با زندانی‌ها بیشتر ازتون خیلی ممنونم. خب بهتره بیشتر از این اینجا نباشید. خبرها تو زندان برای کار کجا باید مشغول؟ دم در با احمدی. حتما. پس اگه برید به سلامت. هر وقت به مشکلی خوردی حتما بیا پیش. حتما و بازم ممنونم. من با رئیس صحبت کردم. قرار شد برای کار با شما صحبت کنم. اولین بار میبینم یه زندان خودش زود. خب الان باید کجا بیا بریم. ها؟ چی زودتر تموم؟ آره خب واسه امروز کافیه. من با رئیس صحبت کردم، گفت یه چند جای دیگه هم بذارم سر کار تا کارهای مختلفی انجام بدن. درسته. عجیبه. ببینم با رئیس آشنا یه چیزی هستی؟ نه، چطور مگه؟ هیچی، همینطوری پرسیدم. خب اگه با من کاری ندارید زحمتتون رو کم میکنم. نه برو، فقط هر وقت خواستی بیای سر کار بیا پیش خودم میبرمت. باشه حتما. خب حالا بهتره که یه سر به سلولم.
سلام. سلام. آره اسمم مرتضی‌ست. بعد نمیگم خوش اومدی آقا مرتضی، چون زندان جا خوش اومدن اینا نیست. اما بیا پیش داشت دفترت بشین ببینم چی کارم؟ منظورم اینه که جرمت چیه؟ واسه چی؟ جرمم سرقته. بعد نمیاد سارق باشی. مگه اومدنیه؟ آره اومدنیه. یه مدت که اینجا باشی متوجه میشی من چی میگم. اصلا خودت برای چی اینجایی؟ میگن کلاهبرداری، اما خودم میگم بد بیاری. چه جور کلاهبرداری؟ باس بپرسی چه جور بد بیاری؟ چه جور بد بیاری؟ والا چی بگم آقا مرتضی، با تنی چند از رفیق رفقا یه شرکت هرمی فروش قلقلی زدیم. قلقلی؟ منظورم قلیونه. آها. یکی دو سال اول همه چی ردیف بود، اما بعدش همه چی پیچید به هم. پول مردم قرقاتی شد، شکایت و شکایت بازی، و بعدش هم اینطوری شد که ما الان اینجا در خدمت شماییم. ای بابا. اینم شانس ماست. والا قصد کلاهبرداری نداشتیم، فقط یکم حساب کتابمون ضعیف بود. تو ریاضیات اشتباه کردیم و بعد یکی دو سال دیدیم پولای مردم که دستمون بود دیگه نیست. چی بگم والا؟ نمیخواد چیزی بگی آقا مرتضی. ببینم آقا صفدر، شما اینجا کسی به اسم مسیب نمیشناسین؟ مسیب؟ منظورت مسیب خانه؟ آره خودشه. مسیبو چیکار داری؟ هیچ میدونی اون کیه؟ آره تا حدودی میشناسمش. یکم در موردش اطلاعات میخوام. واسه چی؟ میخوای بری تو باندش؟ ای همچین. پس باید تا خود صبح بشینیم صحبت کنیم آقا مرتضی. خوبه. فقط همینطوری خشک و خالی که نمیشه. بپر برو دم فروشگاه یه نیم کیلو تخمه بخر بیا بشینیم با تخمه تا خود صبح صحبت کنیم. باشه چشم. ایول داری آقا مرتضی ایول. خب حالا به هم میگی این داستان مسیب چیه؟ میتونم وارد گروهشون بشم. حالا واسه چی میخوای بری تو باند مسیب؟ اونا خیلی سطح بالا کار میکنن ها. آقا صفدر ما هم اونقدر هم آفتاب دوست نیستیم. باشه حالا نمیخواد بهت بر بخوره آقای دی بی کوپر. میگم بهت فقط قبل اینکه بخوای بری دور و بر مسیب و دور دستش بگردی باز یه چیزایی رو بهت بگم. چی مثلا؟ ببین مسیب رأس قدرت زندونه، یعنی اون بالا بالا هاست، لول آخر خلافکارای اینجاست. نمیتونی همینطوری پاشی بری عضوشون بشی. یعنی چی نمیشه؟ ببین بذار حاجی یا مثال واسط بزنه. فکر کن مسیب استاد دانشگاه تو هم تازه رفتی مهد کودک. خب همین دیگه قربون اون فیس فابریکت. شما با اول بری مهد کودک، بعدش دبستان، همینطوری بری بالا تا پات دانشجو باشه. متوجه شدم. حالا برای مدرسه باید کجا برم اول؟ آها همینو میخواستم از اول بهت بگم. تو باید اول بری تو گروه اتابک. اتابک؟ آره اتابک و دار دستش با اینکه سطح پایین زندونن، اما خب برو بیایی دارن پیش مسیب خان. تو هم باید اول بری اونجا، بعدش کم کم که پات باز شدون بالا، و اگه تونستی خودی نشون بدی دم دانشگاه شاید مسیب خان کمکت کرد جایشی خوندی و یهو پریدی رفتی دانشگاه. آها حالا این اتابک رو باید کجا اتابک رو ولش کن. تو باید اول بری دم کریم؟ آره کریم دستراست اتابکه. اون باز قبول کنه تا وارد گروهشون بشی. برو دم کریمو ببین، معمولا تو حیاط میتونی پیداش. خدایا امروز با کریم آشنا شدم. امیدوارم که این برم ببینم میتونم این کریمو پیداش کنم یا نه.